بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. عزیزان بیننده، ما درباره اهل بیت و عمر بن الخطاب صحبت میکنیم. اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم، علی ابن ابی طالب و عبدالله ابن عباس. خب علی ابن ابی طالب همگی میدونیم که از اهل بیت است و عبدالله ابن عباس نیز از اهل بیت است. چرا؟ چون که علی پسر عمک است و اهل بیت است. عباس عمک پیامبر است، اون نیز از اهل بیت بود. و اون صحابی که درباره اهل بیت روایت کرد، زید ابن ارقم، وقتی درباره اهل بیت پرسیدن گفت که آل علی، آل عقیل، آل عباس و غیره. خب اینجا معلوم شد که آل عباس نیز اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. عمر بن الخطاب در بستر مرگ قرار داشت. وقتی که به او شیر دادن، شیر از اون جایی که زخم داشت بیرون برآمد. بعد طبیب گفت که شما دیگر زنده موندنتون محال است، بنابراین وصیت خود را کنید. اینجا ابن عباس رضی الله عنه عمر رو میبینید که عمر گریه میکنه. ابن عباس میگه که لا تبکی یا امیر المؤمنین، گریه مکن امیر مؤمنان. خب بعد میگه که فوالله لقد كان اسلامك عزا، با خدا قسم میخورم که اسلام تو عزت بود. یعنی اسلام تو، اسلام آوردن تو، مسلمان شدن تو اسلام عزت داد، مسلمان را عزت داد. و هجرتک فتحا، ابن عباس میگه که هجرت تو فتح بود. در حقیقت هجرت عمر بن الخطاب یعنی که یگان نفر مثل او آشکار هجرت نکرده است. آشکار برآمد در نزد کعبه ایستاد و گفت، عمر بن الخطاب گفت ای مردم، من به مدینه هجرت کرده ایستادم. کسی میخواهد که بچهش یتیم شود، زنش بیوه شود، پدرش در جنازش اشتراک کند، مادرش در جنازش گریه کند، قفای این کوه بیاد با من روبرو شود. و کسی هم جرأتی پیش راهی عمر را گرفتن را نکرد. خیلی که در روایت آمده است. بنابراین ابن عباس یعنی که با تمام اطمینان و آرام میگه که هجرت تو این فتح برای مسلمانان بود. بعد میگه که و خلافتک رحمه، خلافت تو رحمت بود، مهربانی بود، شفقت بود. خیلی که در اون حلقه گذشته گفتیم، یعنی حضرت گفتن که تو غار انسان‌های بیچاره بودی، بیوه‌ها بودی، کمبغلا بودی، یتیما بودی، فقیرا بودی، مسکینا بودی، همه اونها بود تو پناه میبردن، تو از پی همه اونها بودی. بعد میگه که ولقد اسلمت حين كفر الناس، تو زمان اسلام آوردی که مردم با محمد علیه السلام کافر بودن. این دلیل برام که عمر از جمله چی سابقین بود. خیلی که بود در حلقه گذشته گفتیم عمر بن الخطاب رضی الله عنه از همون 40 نفر اولی هستن که اسلام آوردن. بعد میگه که و نصرت رسول الله صلی الله علیه و سلم حين خذله الناس، وقتی که انسان‌ها پیامبر پرتفتند، پیامبر دستگیری نمی‌کردند، تو از جمله آنهایی بودی که پیامبر علیه السلام را دستگیری می‌کردی. و انت من الذين انزل الله تبارک و تعالی فیهم، و تو از جمله آنهایی هستی که الله تعالی در حق آنها نازل کرده است. بین این قول یک انسان بیسواد نیست، انسان نادان نیست، بلکه قول مفسر قرآن به گواهی رسول الله صلی الله علیه و سلم است که ابن عباس است. پیامبر گفتن که اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل، خدای او را فقیه در دین قرار ده و تأویل و تفسیر قرآن را برای دانان. بنابراین مفسر ما مثل ابن عباس رضی الله تعالی عنه نداریم. میگه که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، الله تعالی به تحقیق و یقینا راضی شد از اون مؤمنان هنگامی که بیعت میکردند با تو در زیر اون درخت. عمر از اصحاب شجره هست. و گفت ابن عباس و انت من الذين انزل الله في حقهم، ای عمر تو از جمله آنهایی هستی که الله تعالی در حق آنها گفت للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. از جمله آنهایی هستی که الله تعالی گفت یعنی فقرا، مهاجرین فقرا، اون بیچارهایی که از مال خود دور کرده شدند، از وطن خود، از سرزمین خود دور کرده شدند و فقط آنها رضایت الله تعالی را میخواستند، آنها فقط راه خدا را میخواستند، آنها فقط میخواستند که الله تعالی از آنها راضی شود، الله تعالی آنها را هدایت کند. خب بعد میگن که ولقد صحبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حين بشرك بالجنة في غیر موطن، تو پیامبر هم صحبتش بودی، هم نشینش بودی و در یک چند جا
تو رو بشارت بهشت داد محمد صلی الله علیه و سلم. این به شهادت ابن عباس که از آل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. بعد میگه که ولقد خرج من الدنیا و هو عنك راض، از دنیا برآمد محمد صلی الله علیه و سلم و از تو راضی بود. یعنی پیامبر از تو راضی بود ای عمر. این گواهی شخصی از آل بیت، از خاندان نبوت است. بعد گفت ثم ولیت امور المسلمین باحسن ما ولیها احد، ولی امر مسلمین شدی، سردار مسلمین شدی و اون چنان اداره کردی که بهترین اداره هست. اداره تو خلافت را بهترین اداره بود. فاعز الله بك الاسلام و اذل بك الكفر، یعنی که اذل بك العدو، خداوند با تو اسلام عزت بخشید و دشمن خواری و ذلت بخشید. بعد میگه شهرها رو فتح کردی، سرزمین رو فتح کردی، شهرها رو ساختی، دیوانها رو، مثلا بعضی وزارت ها رو حضرت عمر مثلا پیدا کردن، از نو ساخته بودن، همه اونها رو بیان میکنه عبدالله بن عباس. خیلی این حدیث خیلی درست‌تر است. بعد میگه که فقال له عمر ویحک یا ابن عباس او تشهد لی بهذا غدا عند الله. ابن عباس تو فردای قیامت آیا میتوانی که همین گواهی که همیشه داده است نزد خودم برای من دهی؟ میگه که راوی حدیث فامسک ابن عباس ولم يتكلم شيء. ابن عباس خب کرد، خاموش شد، چیزی جواب نداد. یعنی اینجا دیگر شکری کلام است، دیگر عسلی کلام است دوستای عزیز. یعنی حدیث جای از همه عجایب است. بعد میگه که فامسک ابن عباس ولم يتكلم. ابن عباس خب شد. بعد میگه که فقال له علی علیه السلام، ببینید علی بالی سر عمر است و هنگام بستر مرگش، مهربانی علی، ببینید علاقه اونها رو چقدر نزدیک است. میگه علی بالی سر عمر بود و گفت که فقال علی علیه السلام نعم فاشهد له بذلك یا ابن عباس، بله تو گواهی ده به این چیز ای ابن عباس. و علی ابن ابی طالب هیچگاه گواهی بر دروغ نمی شود و کسی رو به گواهی بر دروغ شدن نیست دلالت نمی کند. بعد ابن عباس گفت که نعم انا اشهد علی ذلك، من به این چیز گواه میشم، من شهادت میتم در نزد الله تعالی. ای امیر المؤمنین من گواه میشم. خلاصه وقتی که عمر ابن الخطاب وفات میکنه، میگه که ابن عباس میگه که مردمان جمع شدن بالا سرش گریه میکردن، مردم زیق بودن، غمگین بودن. نفری میگه از قفای من آمد و دستش رو بالای کتف من گذاشت، دستش رو بالای کتف من گذاشت میگه و شروع کرد به ترحم کردن بر عمر، رحمت خواندن بر عمر. خب خدا رحمت کنه، انسان خوبی بودی، انسان فلانی بودی. بعد میگه که ابن عباس میگه من همین که دیدم میگه علی ابن ابی طالب بود، شخصی که ترحم میکرد علی ابن ابی طالب بود. و از جمله اون چیزایی که علی ابن اونجا گفته است میگه که من به خدا، علی ابن ابی طالب میگه که من میخوام که مثل عملی تو رو کنم، اون چونی که تو عمل میکردی مثل همون عمل کنم و به همین عمل نزد خدای خودم روم. یعنی علی آرزو داشت که مثل اعمال عمر داشته باشه رضی الله تعالی عنه. و علی هیچگاه دروغ نمیگفت. علی ابن ابی طالب داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم و خسور، یعنی که پدر عروسی عمر ابن الخطاب بود. و چه گفت اینجا؟ من گفت دوست دارم که اون چنان عمل کنیم که تو عمل میکردی ای عمر ابن الخطاب. بعد گفت و این کنت لاظن ان یجعلک الله مع صاحبیک، من گمان دارم، من باور دارم که الله تعالی تو را همراه همون دو دوستت یک جایه خواهد کرد، مع صاحبیک محمد علیه السلام و ابوبکر صدیق. بعد میگه که و حسبت انی کنت کثیرا اسمع النبی صلی الله علیه وسلم. علی بن ابی طالب میگه که من خیلی زیاد پیامبر رو شنیده بودم. پیامبر علیه السلام میگفتن که ذهبت انا و ابوبکر و عمر و دخلت انا و ابوبکر و عمر و خرجت انا و ابوبکر و عمر و طلعت انا و ابوبکر و عمر. من و ابوبکر و عمر رفتیم، من و ابوبکر و عمر آمدیم، من و ابوبکر و عمر برآمدیم، من و ابوبکر و عمر در آمدیم. من بسیار میشنیدم میگه علی بن ابی طالب. بنابراین من گمان دارم، من باور دارم که الله تعالی تو را همراه آنها خواهد کرد. و در حقیقت هم این جامعه عمل پوشید و عمر ابن الخطاب در حجره مادرمان عایشه رضی الله تعالی عنها دفن شد. این بود معامله آل بیت با عمر ابن الخطاب. این بود مهربانی، رأفت، شفقت
برادری، نزدیکی، قرابت بین اهل بیت پیامبر و بین عمر بن الخطاب خلیفه بزرگ، امیر مؤمنان و فاروق امت. و السلام علیکم و رحمت الله.